مهندسی عزیز، طراحی عزیز، سازنده عزیز، سرویس کوچیک ما میخوام ابعاد 160 در 120 کار بکنیم. ببینید یه نکته هستش، این توجه داشته باشین. شما سرویس خیلی کوچیکی دارید، میخوای اسلب خیلی بزرگ بزنید، مثلا 150 در 3 160 120. نگرانی فقط داخل سرویس بردن اون نصاب هستش. ببینید الان این درش کوچیک بود، سرویسش هم کوچیکه، کلا 4 برگ میخوره 5 برگ میخوره، ولی اومدیم 150 در 3 اسلب داخلش رو میخوام نصب بکنیم. داخل بردن اسلب، ببینید این الان پنجمین سرویسی هستش همچین کاری ما داریم انجام میدیم. سردرگاه رو بزنید بالاشو نچینید که اسلب خوشگل عمودی بره تو نصب بشه. به این شکل ببین کلا سردرگاه رو برش دادیم تا سقف هم اینا فضا نداریم تا پایین، به این حالت داریم میبریم تو که اسلب خوشگل عمودی بره تو نصب بشه. خیلی جاها ما میریم به خاطر همین ورودی داخلی که اسلب نمیتونن ببرن، ناچارن میان ابعاد 62 20 80 160 داخل نصب میکنن، ولی جای نگرانی نیستی. سردرگاه رو باز بکنید، اسلب 160 و 20 داخل سرویستون کار بکنید. ابعاد خیلی بزرگ میتونید داخل سرویستون کار کنید. یه روز سردرگاه برش میگه یا میخواین از اول استارت بزنید، اینو نچینید، فقط این فریم هستش که برش میشه، برش نچینید. ما الان درسته ها رو میزنیم، رسیدیم به تیکه، اینو جوش میدن و بالوش یه روز چیدن، یه روز میخواد گچ بزنه دیگه. اگر خام بود که همچی تخریبی نیاز نبود. اینو ببینید اجرا بکنید، ابعاد ریز کار نکنید. این از فکر جواد حاجوند. ببینید این الان داخلشه دیگه، ببینید الان 150 در 3 داخل باید نصب بشه.